امروز میخوایم در مورد یکی از پدیده‌های جالب و در عین حال ناخوشایند بدنمون صحبت بکنیم و اون چیزی نیست جز تب. شاید فکر کنید که تب فقط یه حس بدیه که باید سریع از شرش خلاص بشیم، ولی واقعیت اینه که تب جزو یکی از مهمترین و قدرتمندترین سلاح‌های دفاعی بدنمونه. امروز میخوایم در مورد این پدیده صحبت بکنیم، کلا تب چجوری به وجود میاد و چرا اذیت میشیم و کلا چطوری میتونه برای سلامتیمون مفید باشه. تب یه مکانیزم دفاعی خیلی خیلی قدیمیه که حدود 600 میلیون سال قدمت داره. این مکانیزم توی طی تکامل حفظ شده و تقریبا تو تمام پستانداران، برخی از پرندگان و حتی بیمهرگان و حتی گیاهان هم دیده میشه. این گستردگی نشون میده که تب باید مزیت تکاملی خیلی خیلی مهمی داشته باشه. جالب اینه که بدونید توی گذشته پزشکا از تب به عنوان یه روش درمانی استفاده میکردن. تو سال 1917 دانشمندان اومدن بیمارایی که سیفیلیس داشتن و از قصد به مالاریا مبتلا کردن که تب بدنشون بالا بره و از اونور سیفیلیس از بین بره. این تقریبا روش استاندارد مبارزه با سیفیلیس بود تا زمانی که پنیسیلین کشف بشه. این نشون میده که تو گذشته پزشکان میدونستن که تب چقدر مهمه برای بدنمون. بیایم ببینیم که کلا چرا تب میکنیم. تب در واقع یک تغییر اقلیمی دفاعی بدنمونه. وقتی که میکروبا به ما حمله میکنن، سیستم ایمنیمون دمای بدن رو افزایش میده و شرایط رو برای میکروبا بد میکنه. این افزایش دما اولش چجوری شروع میشه؟ با تولید پیروژن ها یا همون سازندگان گرما. پیروژن ها یه جور مواد شیمیایی هستن که توسط سلول ایمنی تولید میشن و مستقیما میرن توی مغز و اونجا تو قسمت هیپوتالاموس مغز با گیرنده های خاصی اونجا ارتباط برقرار میکنن. باعث میشه که ترموستات بدن ما دوباره تنظیم بشه. این فرآیند پیچیده نشون میده که تب یه واکنش تصادفی نیست، بلکه یک استراتژی دفاعی دقیق و هوشمنده. وقتی که تب میکنیم، هیپوتالاموس مغزمون به بدنمون دستور میده که دمای بدن افزایش پیدا کنه. این پروسه یا همون فرآیند اولش با لرز شروع میشه، برای همین میگن تب و لرز. که چه اتفاقی میفته؟ مایچه هامون سریع منقبض میشن و گرما تولید میکنن. همزمان رگای خونی که نزدیک پوستمون هستن هم سریع منقبض میشن تا از تلف شدن گرما جلوگیری کنن. این مکانیزم پیچیده نشون میده که بدن ما چقدر هوشمندانه عمل میکنه. فرض کنید که بدن ما مثل یک کارخونه خیلی خیلی بزرگه که توی زمان حمله تمام سیستم‌های خودش رو برای مقابله با دشمن بسیج میکنه. لرز، انقباض عروق و افزایش متابولیسم، همه اینا جزء از همین استراتژی پیچیده دفاعی تب هستن. حالا بیایم ببینیم که تب چطوری روی میکروب‌ها اثر میذاره و اونا رو از بین میبره. وقتی که تب میکنیم، تب مثل جهنم کوچیک میمونه برای میکروب‌ها. افزایش دمای بدن چیکار میکنه؟ افزایش دمای بدن میتونه اندام‌های میکروب‌ها رو از بین ببره، قشای سلولیشون رو پاره کنه، به دی ان ای اونا آسیب وارد کنه یا حتی تولید پروتئین رو تو اونا کاهش بده. این تاثیراتی که تب روی میکروب‌ها میذاره نشون میده که چرا تب تو طول تکامل حفظ شده. فرض کنید که میکروب‌ها دارن توی دمای خیلی مطلوب رشد میکنن که یه دفعه با افزایش دما روبرو میشن. این شوک حرارتی میتونه راحت میکروب‌ها رو بکشه. حالا بیایم ببینیم که تب چطوری روی سیستم ایمنیمون اثر میذاره. جالب اینه بدونید که تب فقط میکروب‌ها رو از بین نمیبره. خب معلومه تب میاد به اندام‌های بدن خودمون هم آسیب وارد میکنه و تمام سیستم‌های بدن اون موقعی که تب وجود داره بدتر کار میکنن، به جز یک مورد و اونم سیستم ایمنی بدنه. تب باعث میشه که نوتروفیل‌ها سریعتر جذب بشن، ماکروفاژها و سلول‌های دندریک هم بهتر میکروب‌ها رو قورت بدن و سلول‌های کشنده هم بهتر عمل کنن. خب این خیلی جالبه، چون افزایش کارایی سیستم ایمنی توی دمای بالا نشون میده که تب کلا برای بدنمون بهینه‌سازی شده. مثل این میمونه که سیستم ایمنی ما مثل ارتشه که توی بدترین شرایط و سختترین شرایط بهترین عملکرد رو باید از خودش نشون بده. یه تیکه جالبی دیگه که تب داره اینه که تولید پروتئین شوک حرارتی میکنه به اسم HSP.
این HSP ها میان چیکار میکنن؟ میرن لنفوسیتا کمک میکنن که برن نزدیکتر بشن به اون محل عفونت یا اون جایی که میکروب‌ها وجود دارن. یک کار دیگه که این HSP انجام میدن اینه که میان سلول‌های مجاور خودشون میگن که بیاین تولید پروتئینتون رو کمتر کنید که از اون ور میکروب‌ها نتونن رشد کنن و نتونن از اون پروتئین‌ها استفاده بکنن. خب سوال مهمی که ممکن برای همه پیش بیاد اینه که وقتی که تب می‌کنیم بیایم اونو سرکوبش کنیم، قرص بخوریم یا اصلا کلا چیکار کنیم؟ مسئله اینجاست که کلا پاسخ ساده‌ای برای این سوال وجود نداره، به خاطر اینکه کلا تب توی دماهای زیر 40 درجه مشکل ایجاد نمیکنه و تنها توی موارد خیلی خاص مثل خانم‌های باردار یا افرادی که سنشون بالاه یا افرادی که تحت جراحی خاص میرن یا سیستم ایمنیشون پایین میاد ممکن خطرناک باشه. این موضوع نشون میده که تب باید به صورت فردی درمان بشه و هر بیمار شرایط خاص خودشو داره. یعنی مثل یک شمشیر دولبه است، یعنی از یه طرف میتونه تب به درمان عفونت یا همون میکروبا کمک بکنه و از طرف دیگه میتونه خیلی خطرناک باشه. خب یه سری نکات جالب در مورد تب من براتون بگم. یکی این که به ازای هر 1 درجه سانتیگراد افزایش دمای بدن حدود 12% انرژی بیشتر مصرف میکنه بدنمون و این نشون میده که تب کلا یک پروسه انرژیزاه و برای همینه که وقتی که تب میکنیم کلا بدنمون احساس خستگی میکنه، احساس ضعف میکنه. نکته بعدی که خیلی جالبه اینه که تب میتونه از تکامل میکروب‌ها جلو بزنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه میکروب‌ها به تب مقاوم بشن دیگه نمیتونن توی دماهای معمولی رشد کنن و این در واقع یک تکامل هوشمندانه است از سیستم بدن ما که در واقع میکروب ها رو توی دوراهی قرار میده. بعضی از ویروس ها مثل سرخک از تکنیک بزن و در رو استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه قبل از اینکه تب بیاد از بین ببرتشون میان سریع سرایت میکنن. این نشون میده که حتی ویروس ها هم استراتژی‌های خیلی پیچیده‌ای برای مقابله با سیستم ایمنی ما دارن. خب توی دنیای مدرنی که داریم زندگی میکنیم الان دسترسی به همین داروهای ضد تب خیلی راحت‌تر از گذشته است. ولی سوال اصلی اینه که همیشه باید از این دارو استفاده کنیم یا نه؟ و جواب این سوال یه ذره پیچیده است. داروهای ضد تب الان مثل پاراستامول یا ایبوپروفن میتونه در واقع اون تب و عوارض تب که خیلی بده رو یه مقدار کاهش بده. ولی مسئله اینجاست که تب معمولا توی کودکان و افراد خردسال میتونه تو طولانی مدت باعث تشنج بشه یا مثلا افرادی که مسن هستن یا بیماری قلبی دارن میتونه خیلی خیلی فشار به بدن وارد کنه. بنابراین تصمیم گیری درباره استفاده از این داروهای ضد تب با توجه به شرایط فردی باید انجام بشه و حتما توسط پزشک این انجام بشه و این نشون میده که چقدر درک عمیق از مکانیزم های بدن میتونه تو تصمیم گیری های پزشکی مهم باشه. خب بیاین یه نتیجه گیری کلی بکنیم. تب یه مکانیزم دفاعی پیچیده و قدرتمنده که طی سالیان سال تکامل پیدا کرده. درسته که وقتی تب میکنیم یه حس بدی داریم و داریم درد میکشیم، ولی خیلی نقش مهمی داره برای مبارزه با عوامل بیماریزا و میکروب ها. دفعه بعدی که تب میکنید یادتون باشه که بدنتون داره سخت کار میکنه تا ازتون محافظت کنه. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و اطلاعات جدیدی در مورد این پدیده شگفت انگیز و کلا تب به دست آورده باشید. اگه نظری دارید حتما تو بخش کامنت ها نظرتون رو بنویسید، تا جایی که بتونم من جوابتون رو میدم. ویدیو با دوستانتون به اشتراک بذارید، کانال منو حتما دنبال کنید، سابسکرایب کنید و تا ویدیوی بعدی بدرود.